محترم جناب عالی قدم مبارک شما را به ونج باستانی خیر مقدم میگویم. من زاده جماعت دهاتی یزدگلام می باشم. سال 1999 26 ینور را همه سراسر در یاد دارند. شما جسورانه دلیرانه به همون وادی یزدگلام تشریف آوردید. من آن وقت دیرکتور مؤسسه تعلیمی بودم. حاضر چیکار بکنید؟ من مدیر شعبه معارف ناحیه ونج. من سپارش دادم تا آخری همین سال این 16 کیلومتر راه یزدگلام مثل یعنی ونج راه را میسازیم. در روزهای نزدیک ساختمان کار سر میشود. مردم جوانان را مثلا تربیت کنیم. فهمونید چی گپ است؟ یک نفر میره در یک جای یک حادثه میکنه، ملت تاجیک داغدار میکنه، بدنام میسازه. شب روزه که اقربا داره میره خبر میگیریم توی معرکه میره و دیگر میره. ماشی تا کار کرده طاعت عبادت کن. این مسئله تا کار کنیم. مثلا آموزگارا شما در همه دور زمان آموزگار قوه بین یک بزرگ صفی پیش قدمی اینتلیجنسی تاجیک بود. ما شبانه روز کوشش میکنیم که همین وبایی که همین کسلی که همین مریض معنوی است ما برطرف میکنیم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام علیکم.